I همین category. I همین category یعنی دست نفر یا راسته یا چپ چپ. الان جفت دستمون چپ. دست میذاریم رو. اون یه موچی بس درکی. اگر این حالت باشه این 60% دست نمیتونه حقیق رو ببرد. حتی یک کرد باشه. اون چیزی که باید دقت کنید آرنج. این آرنج حتما باید تصویه بشید تا بتونید تکنیک درستش شد. اگر این حالت باشه حریف میتونه این دست رو بذاره اینجا و بدن پس حتما آرنج بچسبونید.